الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران بسیار معزز. امروز هم که با تصمیم گرفتم در بابت مسائلی که وابسته به نکاح است. این نکاح عفت در بین جامعه میاره. الله متعال نکاح بین زن و شوهر را زیاد بگرداند و از جامعه ما و شما مسلمان ها زنا را و فسادی را همیشه الله مهربان دور بسازد. امروز هم خواستم در بابت نکاح، یعنی در بابت مسائلی که یک مرد دو زن یا سه زن دارد چگونه باید رفتار کنه از دیدگاه اسلام به سمع شما مختصرا انشاءالله که میرانم و هر برادری که این نوا را گوش میکند الحمدلله و المنه از الله مهربان امید دارم که برای خود یک علم برداشت کنم، به خاطر که علمای متدینی که این کتاب ها را نوشته میکنند برای ما و شما همچه هدیه و شما میرسانم و شما گوش کنید. هر برادر هر خواهر گوش میکنه برای خود یک برداشت میکنه و سبب یک برادرم اگر شوه از این یک برداشت داشته باشه انشاءالله این بهترین است. الله متعال به بنده که دانا هست، زیرک هست، علم داره فخر میکنه. الله مهربان به بنده به سواد جاهلش هیچ محل فخر نمیکنه. به این خاطر عزیزان دل کوشش کنه که از این مسائلی که وابسته به نکاح است، خانه‌داری است، زن و شوهری است بسیارتر آگاه شوید تا که یگام خطاگی در زندگی نداشته باشید. از الله مهربان خواهان هستم که الله متعال همه ما و شما را پیروی به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و همیشه زیاد بگرداند. و امروز هم سلسله درس های ما و شما در بیان نکاح هست دوام در، یعنی احکام عدالت بین زنها. دو زن داره یا سه زن داره یا چهار زن داره باید در بین اونا چگونه رفتار کنه به شما میرسانم. با دقت گوش کنید و نوار رو بعد گوش کردن میتونه که به یگام یار و برادر خود تقسیم کنید تا که سبب هدایت یک برادر شه. چگونه امروزه دنیای کفر با هم دیگر اتفاق شدگی هستند، مسلمان ها را گمراه کردگیند، تفریق اندازی کردگیند، مسلمان ها را به بدی بردگی هستند. باید مسلمان ها هم در امر خوب در یک صحبتی که از قال الله قال رسول میروه چی باشند؟ مقصد صاحب قدم باشند. به خاطر که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر قوم، هر شهر، هر وطن، هر مملکت، هر جامعه که در اونجا امر معروف قطع میشوه غضب الله به سر خود اونها چکو میکنن میارن. به این خاطر این مسائلی که ما هم بیان میکنیم این هم به حد مسائل های مهم است. ممکن بسیار برادرایی که امروز صاحب دو زن سه زن هستند لکن از همین احکام ها خبر ندارند. راستی بار ما در بیان حیض و نفاس صحبت کردم، با برادر روان کردم. یک برادر به ما تماس گرفت که همین مسائل ها را من نمیفهمم، تا همین مرا نفهمیدم، همین مسائل ها را نمیدونستم. به همین خاطر کوشش کنید که هم گوش کنید هم به یک برادر روان کنید تا که سبب هدایت هم دیگر شه. احکام عدالت بین زنان، یعنی چگونه بین زنها عدالت باشه. مسئله 1246 وقت مرد و زن یا بیشتر داشتن لازم است بین آنها در لباس، خوراک، خانه، شب گذرانی. زن داره سه زن داره باید که در لباس یک لباس به ایش خریدی یک لباس میخری. خوراک هایی که به ایش مقصد روغن، آرد و گوشت هر چیزی که آوردی با اوش هم همون طور همشه برابر باید چکو کنی تأمین کنی، هم در لباس هم در خوراکی هم. میگه خوراکی خانه شب گذرانی هم برابری باشد، در خانه شب گذرانی هم برابری باید باشد. چه همون زنها رو با کیرا ازدواج نموده و چه بعضی رو با کیرا و دیگر رو بیوه. اگر دو شب به خانه زن جوان شب گذرانید، دو شب باید به خانه پیر و قدیم شب بگذراند. اگر چنده که مقصد یتش دختر یوش است، یتش زنک کلان سال است، باید که شب ها هم باید که برابری چکنه. دو شب در خونه ایکی ایستاد با دو شب را در خونه اوش بسه، یه هفته که در خونه ایش ایستاد با یه هفته نزد اوش برو. همین تا بگیم که شب داری هم بین زنها باید عدالت داشته باشه مرد مسلمان.
این گونه نه که امروزه در ما و شما اکثریت انسانها را نظر میکنید دعوای مسلمانی میکنیم، لکن یک زن جوان بگیریم بعدا ایو زنهایی که پیش ما را خدمت کردن، به ما فرزند دادن، چقدر محنت ها کردن، او را فراموش میکنیم. این به حد گناه کلان است. فردای قیامت الله ما را از اینها میپرسه و اون زنها بالای ما دعوا میکنه. به این خاطر مرد مسلمان وقتی 2 زن داره یا 3 زن داره، اون باید که شب هم رعایت کنه. یک شب در خونه ایش، یک شب در خونه اوش، 2 شب که در ایسا، 2 شب در خونه او، همین ها هم رعایت کنه. همچنین لباس هم، چگونه که لباس های زیبا با او را میخره به ایش هم بخره، چگونه خوراکواری هایی که به او را میخره به این هم خریداری کنه. اینها احکام های اسلام هستند که باید که مسلمان ها اینها را باید دانند. مسائل 1265 برابری و مساوات در شب گذرانی لازم است، نه در روز. همین در شب لازمیه، در روز نه. مثلا در روز از پای کار میروه، در شب باید که لازمیه میگه. و مساوات در شب گذرانی لازم است، نه در روز و جمعه. اگر روز به خونه یکی بیشتر رفت و آمد داشته باشد، میگه در شب لازمیه که در خونه هاشون باید چیکار کنه، رعایت کنه. لکن در روز خونه یتش بسیارتر میروه، خونه دیگرش کم میروه، این باکی نداره. لکن در شب باید که چیکار کنه، حتمی در خونه یتش در خونه بنوبت باشه. اگر چند جمعه هم نکنه، یعنی همون زن دیم خونه داری هم که نکنه، باید که شب در خونش باشه، تو که همون زن حس کنه که من شوهر دارم. و یا با یکی بیشتر مجامعت انجام میگرفت، مانع ندارد و گناهکار نیست. یا یکی این که مقصد که اون یتش بسیار خانه داری میکنه، دیگرش کم خانه داری میکنه، این مانع نمیشود. لکن بودن مرد در خانه زنها شب بوده به نوبت این حتمی و ضروری است. لکن خواب خیز کردن یک تش کمتر میکنه، دیگرش بسیارتر، این باکی نداره. اگر همین ها با رعایت کنه، به اجازت همون زنها نور علی نور می شود. مسئله 1266 اگر به خونه یکی از زنها بعد از مغرب رفت و به خونه دیگر بعد از عشا خفتن جایز نیست. مثلا همون به خونه یک زن در نماز شام می رود، او زنش یک چای میخوره و یک میشینه و بعدا خفتن خونه یا بعد خفتن به خونه او زن بوش میکنه، این درست نمیشه. حتمی در خونه یتش یک شو، در خونه دیگرش یک شو دیگه. مثلا همون شباره تا سحر در خونه یتش کنه، سپری کنه. و مساوات کاملا باید رعایت شود. مسئله 1267 اگر کسی کسب و کارش در شب می باشد و روز در خانه می باشد، برابری در روز گذرانیدن پهلوی آنان لازمی است. لکن یک مرد کار شبانه هسته، یعنی بعضی برادرای هستن که مثلا کار میکنن با سمین قطعی، مثلا یک هفته در روز هسته، یک هفته شب هسته. همو سمین ایده که در شب هسته روزا نزد زن هوش میاد، در همو روز هم که باشه باید که در خونه یتش یک روز باشه، در خونه دیگرش یک روز، یعنی بنابرای همو روزها را چکو کنه بگذرانه، به خاطر که بسیار ضروری هسته. این چیز بسیار ضروری است، باید که در خونه های همون ها چکو کنه، شب زنده داری کنه. در خاندان همون ها گذراندن بسیار ضروری هسته که شب زنده داری، مقصد که شب بگذرانه. مسئله 1267 اگر مریض باشد یا سالم در شب گذرانی به خونه زنان برابری و مساوات واجب است. اگر چند مرد سالم هم باشه یا هم که باشه، باید در همون شب ها چکو کنه، رعایت کنه، یا شب در خونه، شب در خونه اوش. چنانه که در روایت صحیح از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که در موقع مرض وفات از زنها اجازه خواست. چگونه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در وقتی که بیمار بود، کسل بود، از زنهاش اجازت خواست دوران نقاحت و مریض در خانه حضرت عایشه ام المؤمنین بگذراند. او دیگر زنهاش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اجازت پرسید، اجازت میده که من در خانه عایشه مقصد منزل ما اختیار کنم، یعنی همیشه در خانه عایشه مادرمون باشم؟ او زنها اجازت دادن، یعنی پیغمبر اجازت پرسید. مردم امروز باید اجازت پرسن بگذرانند و زنها هم راضی شدند. و در حجره حضرت عایشه مریض بود و در همون حجره مبارک در حالی که سر مبارک حضرت سلام بر سینه حضرت عایشه گذاشته بود، روح مبارک به اعلی علیین پرواز نمود. در حالی که در همون حجره عایشه مادرمون بود،
رسول معصوم صلی الله علیه وسلم در آغوش عایشه مادر که جان به حق تسلیم کرد. یعنی روزهای پرفیض پربرکه، یعنی از نعمتهای بزرگی به عایشه مادر بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آغوش او جان تسلیم کردگی بود. میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنهای خود چقدر محبت داشت، چقدر مهر داشت که در آغوش مادرمون چیکار کرد، وفات کرد. امروز ما دعوا میکنیم امت رسول الله هستیم، لکن در خاندان خود به فرزندای خود به زنهای خود طور رفتار میکنیم که فکر میکنم اگر رسول الله زنده میبود حال ما را میدید از مور امتی بی غیرت رو میگردم، چقدر دشنام میتیم، چقدر گپای رفتار حرام میکنیم. یک زنهای بگیم که نامحرم بینیم برای زنا کردن چقدر پول صرف میکنیم، لکن برای زنهای حلالی خود همیشه قواقم و میدوزیم، همیشه غضبناک صحبت میکنیم. همون زنها دیگه ای همون زندگی که به من شما دارم بیزار میشوم. باید مرد مسلمان همیشه زندگی خوب و زن خوب داشته باشد، چگونه که پیامبر گفت بهترین شما کسی است که با زنهای خود رفتار خوب دارد. همون را میگه پرواز نمود و در همون حجره مبارک جسد مطهر مدفون شد و در همون حجره عایشه مادرمون پیغمبر را دفن کردند. مسئله محبت قلبی بین زنان برابری لازم نیست. مردی است که یک زنش بسیارتر دوست می‌داره، یک زنش کم دوست می‌داره، این وابسته به مرد باقی نداره. چون از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شد وقتی که اسباب بین زنان تقسیم می‌گردد می‌فرماید خدایا این است عدالت من در آنچه من مالک آن هستم. یعنی وقتی که پول مال به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد از بیت المال ای طرف مسلمان ها تقسیم کردن که میشید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ازواج مطهرات خوراک تقسیم میکرد، میگفت خدایا اون چه که در دست من است اینا تقسیم کردم و او قلب من خدای مهربان و او را مرا معذور بدار. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حدیث های مبارک بسیار میرا که عایشه مادرمون، خدیجه مادرمون بسیار نیکی های محبت های کرده بود ذکر میکرد. عایشه مادرمون خود در حدیث ها میگوید که بجز خدیجه مادرمون به هیچ زن رسول الله صلی الله علیه و سلم من رشک کردگی نبودم. یعنی اونقدر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محبت به خدیجه داشت. و بعدا بعد عایشه مادرمون داشت که میگفت که عایشه به من مثل شوربای که مقصد نان ریزه میکنی چقدر با مزه هست در نزد من همین هست. عایشه مادرمون رسول الله صلی الله علیه و سلم وصف میکرد. به این خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محبت به خدیجه و به عایشه به حد زیاد داشت. امروز مردی از دو سه زن داره، زنش که خلق خوب داره، بسیار رفتار خوب داره، او را زیادتر دوست داره، و ایش چی نداره باکی نداره. مسئله 1270 در مسافرت زنها حقی ندارند. شوهر به هر یکی که تمایل داشت میتواند او را به خود ببرد، لکن در بابت یک مرد به سفر میبراید، میخواهد یک جا سفر کنم، در همون سفر کردن مرد کدام زنش بفورش چکو میکنه با همراه خود میبره، فرق نداره. لکن میگه قرعه بکشد، میگه بهتر است، لکن در هم بردن قرعه کشی کند بهتر است، به خاطر که بین زنها دیگه بدبینی نمیشه. قرعه چی را میگن؟ مقصد قرعه کشی. امروزه اگر شما نظر کنید بعضی عملها در قرعه کشی میکنند، مثل که بعضی اگر فوتبال را تماشا کردگی باشی یا تنگه را میپرته به طرف هوا میپرته، میگه اگر به این طرف زد میگه مثلا بازی ایشما سر میشه، اگر به این طرف زد بازی ایشما سر میشه. همین تا قرعه کشی میکنن در همون فوتبال را اگر تماشا کرده باشه، همین قرعه کشی کنه، مثلا همین تنگه هم میپرته میگه به این رو زد تو قیمان میره، اگر به او رو زد شما قیمان میری. همون زنهاش میگه اگر همین عمل کنه این بهتر خوبتره، به خاطر که در دل زنها دیگه کینه و کدورت نمیمونه. همون زنها میفهمن که مرد عدل کس است، به خاطر که یک شب بسیار بردی اوش نبردی بینش کینه و کدورت میشه. در همینجا صحبت خود را مختصرا به انجام میرسونم. الله متعال من و شما را تا درس های آینده در حفظ امان خود نگه باشه و از الله مهربان خواهانی هستم که همیشه جز الله فریاد میکنم. یا الله مهربان ذاتی هستی که میشنوی میبینی مای بنده گناهگار، الله ما را از هدایتت از توفیق محروم نگردان. بعض انسان هایی هستند که از هدایت محروم شدن، پروردگار ما را از همون هدایت توفیق توحید و پیروی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه نگه بدار. و پروردگار مهربان از کفر و نفاق، از منافقی و از ریاکاری و از شرک اکبر، شرک اصغر، از گناه های کبیره و صغیره
همیشه ما بنده‌های گناهکار تا دور بساز و پروردگار مهربان تا دم مرگ ما را به توحید و پیروی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و زنده بدار. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد.